که اصلا 25 دقیقه رو هوا بود، بیچاره شهاب حسینی اصلا انگار وسط فیلم به صورتش نگاه کنی معلومه که نمیفهمه فیلمنامه چی میگه. چرا؟ چون فیلم راجع به وزارت اطلاعات دیگه. ببین فیلم فروشنده رو که شما نگاه کنی، شروع فیلم به شما یه صندلی و یه جوری نشون میده انگار بازداشتگاه، انگار زندانه. من نمیخوام فیلمو تفسیر کنم، فقط میخوام به شما اشاره کنم کل فیلم توی خط چی میگه. اول فیلمو شما بزن از تیتراژ نگاه کن، ببین القا میکنه که انگار بازداشتگاهه، انگار یه جایی زندانه. بعد یه خونه‌ای در حال تخریب شدنه، شکاف افتاده توی این خونه و اینا مجبور میشن برن جابجا بشن و داستان از اینجا شروع میشه که توی خونه‌ای که میرن جابجا میشن زن و شوهری وارد اون خونه میشن که قبلا توی این خونه یه زنی بوده که شبا این ور اون ور میپریده و یه پیرمردی هم شبا با این زنه میپریده و وقتی همسایه‌های جدید میان، یعنی صاحبخونه‌های جدید میان، این پیرمرد هنوز فکر کنه همون زن بده است این تو و میاد بدون اینکه بفهمه میاد چیکار میکنه، میاد به این زنه تجاوز میکنه و بعد فیلم میاد به تو نشون میده که آقا این نمیدونسته تجاوز کرده، به والله فکر میکرده اون زن قبلیه است و تا آخر فیلم تلاش کارگردان بر این است که بگه ببخشینو گناه داره این پیرمرد. این بدبخت پیرمرد اصلا نمیدونست موضوع چیه، یعنی فکر میکردی اون زن قبلی از اشتباه کرده، حالا اومده اون تو و با یه چک موضوع رو حل میکنه، میگه یه چک بزنیم تو گوشش کافیه. ببخشش بابا، نمیدونسته که، فکر میکرد چه میدونسته زن توئه که زن خوبیه، فکر میکنه زن قدیمی است. پیام فیلم چیه؟ آفرین. وزارت اطلاعات میخواد فیلم بسازه خوشگل بابا، یه فیلم میسازه واسه خارج از کشور، یه نوع فیلم هایی میسازه برای اتحاد بین احزاب سیاسی داخلش، یه سری فیلم هایی میسازه واسه تقویت حزب خودش، مثل همین حزب حجتیه و حزب اینا و اصولگرا و اینا. کل داستان فیلم فروشنده اینه که جان مادرتون ملت ایران سعید مرتضوی رو ببخشید، یه چک تو گوشش بزن. اصلا فیلم راجع به سعید مرتضویه بدونی که تو بفهمی یک آمپولی داره میکنه تو هیکلت که 2 سال دیگه بفهمی. یعنی داستان سعید مرتضوی رو من توضیح بدم. داستان سعید مرتضوی این بوده که سعید مرتضوی داخل کهریزک به زن و بچه خیلی ها تجاوز شد، اما یک خانواده اصولگرا پسرش در تظاهرات گرفته میشه میره تو کهریزک به اینم تجاوز میکنه و اینا نمیدونستن که این پسر این اصولگرا است. سعید مرتضوی تو دادگاه و چپ و راست گفته آقا من به خدا نمیدونستم این اصولگرا، پدر این اصولگراه چسبیده که سعید مرتضوی باید مجازات بشه. یعنی ملت کش کرد، فکر نکن تو داری سعید مرتضوی رو مجازات میکنی. من و تو واحد نفریم، من نظر جمهوری اسلامی واحد شطوریم، اصلا من و تو مهم نیستیم برای جمهوری اسلامی. اگه مهم بودیم که هواپیما سقوط نمیکرد، اگه مهم بودیم که پلاسکو رو نمیخوابوندن زمین، این همه اون زیر بمیرن. کل فیلم رو داره نهادینه میکنه برای 2 تا سود. نمبر 1، این فیلم ساخته میشه برای اصولگراها، یعنی این فیلم رو میخوان به اون پدر کهریزکیه بگن که آقا به خدا سعید مرتضوی اینا نمیدونستن بچه توئه که بچه سالمیه. پیام این فیلم یعنی این که زندانیای سیاسی که بهشون تجاوز کردن همون زن فاسده است و زن جدیده که میاد اونجا یعنی بچه اصولگرا است و نقش شهاب حسینی نقش پدر همین اصولگرا است که بچه‌شو بهش تجاوز کردن. به این داره میگه، یعنی میگه آقا ول کنیم موضوع رو، این تجاوزه رو نمیدونسته. پس نمبر 1 تو این فیلم داره ثابت میکنه که تجاوز به زندانیان سیاسی هم فرق نمیکنه، همه باید تجاوز بشه بهشون. و عذرخواهی میخواد بکنه که آقا ما نمیدونستیم این زن خوبه، این پسر شما بچه اصولگراه. اینو کجا داره میگه؟ در نهاد تو، بدون که تو بفهمی. درست زمانی که میخوان سعید مرتضوی رو مجازات کنن تو دادگاهی که میخواد بشه، بعد صورتش هم گرد مظلومه، صورتش عینک میذاره خیلی مظلومه و شبیه همین پیرمرد است واقعا از نظر مظلومیت. تو اون لحظه میخوان افکار عمومی بیاد بگه که آقا حالا بیا چک بزن تو گوشش دیگه، یه غلطی کرده دیگه. و به اصولگرای میخوام بگن که بابا اگه ما دیدی اینم یادت باشه جنبش 88 و اینا بوده و اعتراضات بوده و حق اینا که تجاوز بوده که کردیم، بچه تو هم قاطی شده دیگه. حالا
در رو این وا گذاشته، این در رو وا گذاشتن اون زنه در رو اون وا کرد. داره به این میفهمونه که ببین این مرده نمیتونسته بیاد تو خونت بهش تجاوز کنه. پسر تو رفته تو تظاهرات، ما بردیمشون پشت تجاوز کرد. اگه نمیرفت تظاهرات که اینجا نبود. اگه زنه در رو وا نمیذاشت که این مرده نمیاد تو همون بهش تجاوز کنه. که دقیقاً فیلم داره اشارهشو به اینه. کل فیلم و نتیجه فیلم مظلومیت جناب آقای سعید مرتضوی و اینو داره به تو انتقال میده و تو فیلم طوری طراحی شده که تو دلت بیشتر برای پیرورده میسوزه تا واسه زنی که بهش تجاوز شده. و اصلا تو این فیلم سوال و یا اعتراضی به جامعه نمیکنه که اصلا چرا باید جامعه‌ای اینقدر کثافت بشه که زن اون کاره باشه، یا اشاره اصلا نمیکنه. فیلم اصلا هیچ اعتراضی به جمهوری اسلامی واقعا نداره. فیلم اصلا اعتراض به جمهوری اسلامی نداره. با مسئولین خوبه، همه عاشق همه است تو فیلم. نگاه کن کلا فیلم مهمه. فقط شکاف اولیه اصولگراها که همون ساختمون اول این بوده که مجبور شده جابجا شه، یعنی رفتن به سمت، یعنی به پدر یارو دارن میگن تو از اصولگراها مجبور شدی موف کردی، رفتی کجا؟ رفتی تو اصلاح طلبا که پسراتو بردن تجاوز شده. یعنی تغییر فکر. خیلی مطالبی که نمیخوام تفسیر کنم، فقط کل مطلب رو توضیح میدم که بدون. و فیلم فروشنده دقیقاً نشونگره اینه که دل تو در آینده برای سعید مرتضوی بسوزه و اصولگراهاش نکشنش. اگر من و تو که کار نمیتونه میکنیم، مگه فکر می‌کنیم من و تو میتونیم بریم سعید مرتضوی بکشیم؟ نه، هیچ غلطی من و تو نمیتونیم بکنیم. اصولگراها کلید کرده بعد کشته شه و یه سری هم اصلاح طلبا که بیرونن از این میخوان استفاده کنن. خیلی نکات مهمی توشه. حالا من این تفسیر فقط خیلی کوتاه کردم که بدونید.